تغییرات اندروید 14 رو دیدین؟ خیلی خفن بوده. یه سریاشو براتون گذاشتم توی این ویدیو که میتونید ببینید. خیلی تغییرات خوبی انجام داده حالا و گوشی خیلی روونتر شده. حالا یه سریاشو براتون گذاشتم، حتما ببینید. سامسونگ اندروید 14 رو داد بیرون و بالاخره با اینکه تغییر داد کنترل سنترشو کلا کوبید و از نو ساخت. خیلی خوشگل تر شده از چیزی که قبلا بود. ایموجی های سامسونگ هم قبلا شکل قشنگی نداشت ولی الان واقعا قشنگ تر شده توی این آپدیت اندروید 14. تغییر نه چندان اساسی ولی قشنگ توی موزیک پلیر، توی اون شکلی که موزیک تا کجا پیش رفته اینجا میبینید توی کنترل سنتر که خیلی قشنگ ترش کرده و بروزتر میشه گوشی، که حتی روی صفحه قفلتون هم میتونید ببینیدش. پیشرفت خوب اونجاییه که شما میتونید کنترل سنتر رو و حتی صفحه قفلتون رو تا اونجایی که بخواید کاستوم بکنید. حتی توی زمینه دوربین ها هم اومده این دیزاینش رو تغییر داده که راحت‌تر بتونید باش کار بکنید. تغییر توی هواشناسی جدیدش هم از جمله تغییرات دیگه اندروید 14 است که توی سامسونگ دیده میشه و در کل به نظر من خیلی روونتر شده گوشی و قشنگتره. نظر شما چیه؟